سلام علیکم. السلام. ضمن سلام خسته نباشی خدمت تمام برادران وصال حق. السلام ورحمت الله و برکاته. در ابتدا میخوام شهادت بدم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. الله اکبر. لا اله. الله اکبر. در ادامه سخنی با برادران شیعه خود هم دارم. دوستان خواهش میکنم اول تعصب مذهبی رو کنار بذارید. اطلاع فکر کردید مذهبتون واقعا با اسلام محمد رسول الله همخونی داره نداره؟ برادران، دین اسلام تقلیدی نیست. باید تحقیق کنید تا تو گوشت و خونت بره و در به ورودش هم من میدونم مشکل شیعه چیه. ورود به اسلام، اولین رکن ورود به اسلام توحیده. بشناسید توحید چیه تا بعداً بفهمید اسلام و قرآن چیه. تا بعداً بفهمید کلمه چرا اول شهادتین میگن لا اله الا الله، چرا نمیگید لا اله الا الله رو بفهمید. در ابتدا خداوند همه چیز رو نفی میکنه. فریاد از شفیع، هر چی شما مخواهید بیارید، فریاد از شفیع اله، هر چیزی رو غیر خودش نفی میکنه. من اگه بخوام آیات توحیدی یا آیاتی که ما شیعه با رافران میگن نه این شفیع، اون قرآن بوت گفته. بابا جون قرآن بوت گفته، این بوت از زمین میرویده میمده بالا. آره یا از هوا خدا مینداخته پیشمون بود. بوت سمبل یه فرد نیکی بوده، قبلا زندگی میکرده، وقتی فوت شده اونو ساختن. جای قرآن ببین خداوند باری تعالی تو سوره انعام گفته چه؟ گفته اونایی که ایمان آوردن، الذین آمنو. شیعه میگن ایمان آوردن دیگه، ایمان به خدا آورد. گفته اونایی که ایمان آوردن و ایمانشان را با ظلم نیامیختند، اینا راه یافتگانند. حالا شما فکر میکنید ظلم چیه؟ تو همین قرآن برید ببینید ظلم چیه. این خداوند ظلم چی گفته؟ درست سوره لقمان این خداوند شرک و ظلم عظیم. خب حالا این شرک چیه؟ صدا زدن هر چیزی غیر الله، یا وقتی اومد بعدش الله است. عزیزان اینو بفهمید، وقت ببینید لذت اسلام و قرآن چیه. ببینید وقت موحد شدید ببینید قرآن چیه براتون. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وقت میگرفتم نمیتونم بیشتر صحبت کنم. بندم 40 سال گمراه بودم. محمد رسول هستم از اصفهان. تشکر میکنم برادر عزیزمون آقای محمد رسول. الله سبحانه و تعالی حفظتون کنه و سعادت دنیا و آخرت نصیبتون کنه. واقعا سخنان کسانی که درد دارن و پشیمانن از اون دورانی که در ظلمت و در گمراهی زندگی کردن واقعا شنیدنی است. یعنی انسان رو واقعا به یاد الله سبحانه و تعالی میندازه و ایمان انسان رو تجدید میکنه.